وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هیشتی من، بهشتی من. وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هیشتی من، بهشتی من. وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هیشتی من، بهشتی من. محبتی تو رنگ رنگ شکوفته روی سنگ تو، 100,000 آرزو، 100,000 رنگ تو، دیار شعر و یاسمن، نوای تو نویدی من، ز چشم اولی خدا رسیده ای به من. وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هیشتی من، بهشتی من. وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هیشتی من، بهشتی من. بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هیشتی من، بهشتی من. معلوم بود که امروز در اساس نقشه حکومت ولایت تشریف محترم رئیس ولایت در دیها بود که در شاهدی همه مایان با دستگیری که من دو تا صاحبکار در اومدگاه دیها به همه خیلی یک دروازه زیبای بنیاد کردن، مراسم کشاده شویش برگزار گردید. در حضور شمایان شاهد بودیم که اینجا به مردم بسیار بود. فقط همینجا برای که من سهمگذاری دو تا صاحبکار جوان که همه قدر مبلغ زیاد قطعی همه چیز برای ما بنیاد کردن، برای آبادی دیار، کمتر از حساب زیاد بودن آدمان و نقشه کمتر تغییرات وارد شدن. همه تحفه‌هایی که آورده شد برای این صاحبکاران دسترس کرده شد. همین چیز از نام حکومت ولایت، از نام رئیس ولایت دو تا تحفه ناچیز و همین دو تا صاحبکار ما دادنی هستیم. برای تو ما افتخار داریم، با شما ما افتخار میکنیم که من همین دستگیری شما بود که همین اسفالتی ما بنیاد شد اساس. بعد از وای من دستگیری شما بود که من همین دروازه‌ای که در سطح ناحیه نیست، خیلی دروازه در سطح ناحیه نیست. هزار رحمت، افتخار میکنیم. سلام علیکم. برکه انا همین خیل انشالله خیراتی که کارسازتون با باورگی داریم که ادامه میدهد. با دستگیری شما ما مسئولیت هم کردگی بدیم. خدا خواهد نیت داریم که
همین دیهب یک مرکزی سلامتی هم همین دستگیری صاحب کاروختی بنیاد کنیم. خدا خواهد همش میشه ان شاء الله. رحمت سلامت باشید.